قرصای چربی سوز میتونید به راحتی وزن کم کنید. بعد از این دمنوشی که تو پستای قبل بهتون آموزش دادم، امروز میخوام این بمب چربی سوز رو بهتون یاد بدم. از جلد هر کپسولی که تو خونه دارید میتونید برای این کار استفاده کنید. مقدار و اندازه موادم تو کپشن براتون نوشتم، حتما با دقت بخونید. چوب دارچین، چند تا دونه فلفل سیاه، زیره سبز، زردچوبه، همه رو بریزید تو آسیاب و خوب پودرش کنید. برای تمام این دستورها من از کارشناس تغذیه‌ام خانم شریعتی عزیز کمک میگیرم. حالا آب و عسل رو اضافه کنید به موادتون و خوب با هم مخلوط کنید. باید مواد به هم بچسبه و حالت خمیری پیدا کنه. توی کپسولا رو از مواد پر کنید و منسجمش کنید، بذارید توی فریزر. 1 ساعت بعدم میتونید قرصا رو به راحتی از کپسولا خارج کنید. قرصا رو میتونید یه دونه قبل نهار، یه دونه قبل شام میل کنید. خانم شریعتی برای شب یلدا براتون یه تخفیف ویژه در نظر گرفتم. پس برای رسیدن به سلامتی و کاهش وزن اصولی به پیجی که براتون گذاشتم پیام بدید و از ایشون کمک بگیرید.